در بینای دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان کنفرانسی علمی جمهوری تحت عنوان علم و تکنولوژی‌های مارکتینگی تامین رشد اقتصادات منطقه تاجیکستان معماها و حل آنها با اشتراک عالمان ساحه از پایتخت مملکت و جلب استادان و دانشجویان این بارگاه علم و معرفت دایر گردید. در کنفرانسی معروضه‌های علمی در موضوعهای استراتژی رشد استوار اقتصادات ملی، نظریه و عملی معاصر، مارکتینگ و منیجمنت معاصر و موقع آنها در نظام رشد استوار اقتصادات منطقه مملکت، مارکتینگ سیاحی، استراتژی رشد ساحه و دورنما و دیگر موضوعهای جالب شنیده شدند. قید گردید که سهم عالمان در رشد ساحه‌های پیشبرنده اقتصاد ملی، آموزش اقتصادات جهانی و طلبات اقتصاد بازارگانی، مطابق سازی استحصالات داخله، تیار نمودن متخصصان داننده و پیشگویی کننده بازار مال و محصولات بیرونه و امثال آن نظررس بوده. ماس مارکتینگ امکان می‌دهد که رشد اقتصاد تامین کرده شود. در رشد علمی مارکتینگ و در این ساحه آماده نمودن عالمان جوان سهم ارزنده پروفسور علیجان بایماتوف در کنفرانسی مخصوص قید کرده شد. ذکر گردید که علیجان بایماتوف مرکز منطقوی مارکتینگی ولایت سوخت را تأسیس داده به شماره زیادی صاحبکاران خرد و میانه و شرکت ها عاید به استفاده بری مارکتینگ حاضر زمان دانش ضرور داده است. تحت راهبری او 20 نفر نامزدها و دکتران علم سزاوار عنوان‌های علمی گردیدند. باور کامل دارم که همه آن عالمانی که امروز در کنفرانسی علمی دانشگاه اشتراک میکنند فکر و ملاحظه های خود را پیشنهاد میکنند. آن معمایی که امروز علم اقتصادیات در جاده مارکتینگ دارد حل خود را مییابد. برای آن که به کنفرانسی عالمان تشریف آورده هستند که دارای مکتب مخصوصی خود در این ساحه میباشند. در تشکلیابی ساحه مارکتینگ اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مخصوصا سهم باسازا رو دکتر اقتصادی پروفسور علیجان بایماتوف گذاشتند. همچنین در جریان کنفرانس قید کرده شد که پیشرفت جامعه به رشد علم و معارف علاقه‌مندی داشته، هماهنگی استحصالات و اقتصادیات، توجه مردم به آموزش کسب و هنر، دائما مورد تحلیل قرار دادن طلبات بازار استعمالی، مطابق گردانی استحصال مال و محصولات به دگرگونی‌های بازار جهانی، فعالیت بامرام و ثمرناک ساحه صنعت و دیگر ساحه‌های استحصالی، رشد اقتصاد ملی را تامین و به بالاروی سطح اقتصادی و اجتماعی اهالی مساعدت خواهد کرد.